اولیا جمع کلمه ولی. ولی دوست ترجمش. اولیا دوست ها. مراد از اولیا یعنی دوستان الله تعالی. الله سبحانه و تعالی که ها دوستانش است در سوره یونس بیان کرد. گفت که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید دوستان الله تعالی، اولیای الله تعالی شخصیت های هستند که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی اینها شخصیت هایی که وقتی مرگ الله سبحانه و تعالی ما را استوار و ثابت قدم گرداند در آن لحظه، بسیار وقتی نازک هست. شیطان هم با تمام قوتش آمده دعوت میکند که تا اینکه بنده از دنیا کافر گذرد. و دعای پیغمبرها و دعای صالحان این است که توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، مرا از این دنیا مسلمان میران. بنابراین در همین لحظه به اولیای الله تعالی گفته میشد که لا خوف علیکم، برای شما خوف نیست. این از جانب فرشته ها میشه اگر خطاب شود و خود آنها و چخیلی که در این سوره الله تعالی خبر میدهد لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. برای شخصان اولیای الله وقتی مرگشان خوف نیست. خوف از چی؟ خوف از آن چیزایی که در پیش آنها را منتظر است. در پیش اول سپاریدن جان است، سپس به سپار شدن به سوی قبر است. بعد از آن وقتی که به قبر گذاشته می شوید سؤال منکر و نکیر هست. منکر و نکیر می گویند اکثر مردم عامه و اکثر اهل علم، لیکن بعضی علما می گویند که منکر و نکیر است قول صحیح. وقتی که منکر و نکیر سؤال می دهد آیا بنده از این امتحان می گذرد یا نمی گذرد، یک خوف است در پیش، عذاب قبر است. سپس تا روز قیامت زندگی در قبر، حیات برزخ، سپس روز جزا، زنده شدن دوباره روز قیامت با امر الله تعالی، سپس 500 سال در موقف در محشرگاه راست ایستادن، سپس آمدن الله تعالی و حساب و کتاب. این منظره هایی است که پیغمبرها را به ترس آورده بود. پیغمبرها روز قیامت می ترسند. یعنی وقتی مرگ انسان بین خوف از مستقبل است، آینده ای من چی می شود، و بین غمگینی از این زن و فرزندانی که حالی به بلاغت نرسیدیند، فرزندانی که خانه‌دار نکرده است، قرضهایی که صاف نکردگی بود، داد و گرفتایی که وصیت کردن به دیگه فرصت نیافت. اگر همین وقت به یک بار مرگ بیاد انسان هم غمگین میشد هم میترسد. غمگین از گذشته، غمگین به امور دنیا و مال دنیا و خویشاوندان میشود، میترسد از دهشت و وحشت قبر و قیامت. الله تعالی چی میگوید؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید اولیای الله تعالی شخصیت هایی هستند که آنها نه خوف دارند از پیش از عذاب قبر و قیامت و نه به قفا غمگینی دارند. اونها کی هستند؟ الله تعالی که الذین آمنوا و كانوا یتقون. اولیای الله تعالی اونایی که ایمان آوردند و تقوادار هستند. و ببینید دو صفت است در این آیات. الله تعالی برای ما بیان کرد که اولیا کی است. الذین آمنوا، آنهایی که به الله تعالی و به روز قیامت و هر چه خبری که الله تعالی خبر داده است ایمان آوردند، و كانوا یتقون و تقوادار هستند.